مجله فدراسیون جهانی شهرهای سیاحی قسمت اساسی شماره نوبتی خود را به جمهوری تاجیکستان و پایتخت شهر دوشنبه بخشیده است. این کار با ابتکار سفارت تاجیکستان در خطای صورت گرفته. در شماره ویژه مجله چند مقاله با زبانهای خطایی و انگلیسی درباره تاجیکستان و امکانات‌های سیاحی این کشور به نشر رسیده است. این شماره مجله با مقاله رئیس مجلس ملی تاجیکستان و شهرداری دوشنبه رستم امامعلی آغاز می‌یابد. گفته می‌شود رستم امامعلی در مقاله‌اش درباره دستاوردهای پایتخت تاجیکستان در سال‌های اخیر در جهت آبادانی، رشد همکاری‌های سودمند و برادرشهری دوشنبه با شهرهای دیگر جهان و هم درباره اهمیت عضویت شهر دوشنبه در فدراسیون جهانی شهرهای سیاحی صحبت کرده است. رستم امامعلی پسر کلانی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان 33 سال داشته. از ماه ینور سال 2017 اینک 4.5 سال باز رهبری پایتخت تاجیکستان را بر عهده داشته. ماه اپریل سال 2020 با انتخابش به مقام رئیس مجلس ملی رسما رهبر دوم تاجیکستان شد. رستم امامعلی را یک وارث احتمالی کرسی پرزیدنتی پدرش می‌شمارند. سال 2016 در تاجیکستان سن حد اقل نامزدی به پرزیدنت را از 35 به 30 پایان آوردند. طبق پیشگویی‌ها امکان دارد که الکی در تیرماه سال جاری بعد گذرانیدن جشن 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان امامعلی رحمان به سن 69 میرسد و اینک 29 سال باز رهبری تاجیکستان را در دست دارد. کرسی پرزیدنت را به پسرش رستم امامعلی واگذار کرده. خودش مثل نورسلطان نظربایف در قزاقستان همچون پیشوای ملت کشور را رهبری خواهد کرد.